Саламатсыз дарбы Сусамар ФМ радиосунун угармандары, эфирде Баба Салты. دهه دوردست سوسمور در قرقیزستان رادیوی غیرعادی دارد. تا کنون خبرهای روستای دیگر به این دهه از دهان به دهان می رسید، اما با تأسیس رادیوی سوسمور FM از طرف یک خبرنگار در منطقه وضع دیگر شد. Самая такая фишка нашего радио это то, что мы передаем. مهمترین بخش کاری ما این است که خبرهای دهات را به مردم میرسانیم. میکوشیم که زود کار کنیم و خبرهای درست را برسانیم. اساساً به مسائل اجتماعی در روستا به مثل آب پاک، پرتاب‌ها و وضع هوا تمرکز میکنیم. То есть мы говорим о чистой воде, мы говорим о мусоре. در برابر خبرها درباره گاو گم شده یگان ساکن دهاتی اطراف، در این رادیو موسیقی، خبرهای ورزشی هم نشر می شوند. اکثر کارمندانش اختیاریان هستند. ما اول نمیدونستیم چگونه کار کنیم. بعدن خبرنگاران معروف با اینجا آمده به ما نشان دادند که چگونه صدا را ثبت کنیم و چگونه قبل از پخش برنامه آن را تحریر کنیم. رادیو در دو اتاق خرد در مکتب جایگیر است. آن را با کمک سرمایه‌گذاران و مشاوران تأسیس دادند. هوسمندان آموختن کار در رادیو در اینجا کم نیستند. Они в основном школьники, которые интересуются журналистикой. اساساً آن محصلانی که به ژورنالیسم و کار در رادیو هوس دارند به اینجا می آیند تا شیوه مصاحبه، تحریر صدا و نوشتن متن را یاد بگیرند. Они пишут тексты. ظاهراً کاری رادیو به مردم هم معقول است. آنها خواستند برنامه‌های علاوه‌ای درباره کشاورزی، اقتصاد و فرهنگ نشر شود. حالا در این روستا اینترنتی بلند سرعت آوردنی هستند تا به بقیه جهان نیز خود را آشنا کنند.